بیا آقای روحانی. مرد شادمانی که در این تصاویر دیدید شنبه پس از 1 سال و 9 ماه غیبت در مقابل لنز دوربین ها بار دیگر سوژه رسانه ها شد. البته این بار به لباس زندانی و پرونده‌ای 209 جلدی. داشت با کم نفتی نشی آبی بیا الان نفتی نشی پرونده ما همشون بوی نفت میره قول میشه که عجب حکایتی شده این داستان پرونده ما. یه سری ها خرشون از رو پل رد میشه، یه سری هم گاوشون دو قلو میزن. ما که خرمون رو پل دو قلو زایده تکلیف چیه؟ دیگه آقا نفتی نشی برو کنار. رسانه‌ها نیز هر کدام از زاویه‌ای به این محاکمه احتمالاً تاریخی می‌پردازند. یکی از کیف بابک میگوید، یکی از خنده‌های او در دادگاه و یکی هم از زنی 4000 یورویی. هرچه هست میلیاردر نفتی تقریباً آرام به نظر میرسد. آیا او برگ برنده‌ای در آستین دارد؟ برگ برنده تو آستین؟ والا من چیزی اینجا نمیدونم، چیزی پیدا نمی‌کنم. شاید اون موضوع چیزی داره. ما تو سلول آموزش بینی گرفتیم، یه شیشه قرص ضد حساسیت برداشتن آوردن، دیدم رو عوارض جانبیش که روش بود نوشته بود سردرد و سرگیجه، اختلال در خواب، نارسایی کبد، سکته مغزی، مرگ ناگهانی. او برداره ما رو ببره. چی چیزیه؟ پشیمون شد الان با آستین پاکش میکنم برم دارم میبرم. امنیتش بیشتره آخه. آقای قاضی قرقاتی پیشنهاد میکنم این پرونده ما رو اینقدر زیاد هم نزدی برداری ببری، چون میرسیم به قاضی مرتضوی و لاریجانیا و آقا مجتبی اینا، بعد دیگه ما جلو اونا میشیم آفتاب دوست. حالا شما خودتون میگید مال ما که سر و تهش 10-12 تا چای نفت برداشتیم بردیم و خلاصه تمام شد. فردا که آقا مجتبی پستش به اینجا بخوره رو بشه که کل ایران رو با هم دیگه فروخته، بعد هممون باید تا آخر برج تخلیه کنیم بعد بریم. زندانی در این شرایط و زیر پوست سیاست و تجارت در حال فربه شدن است. جالب این که او با همه سیاستمداران از هر جناح و جریانی خوب است و گاه مراوده دارد. عکس‌های زنجانی با هاشمی رفسنجانی و مقامات دوره سازندگی، مسئولان اصلی و مقامات دوره اصلاحات، مسئولان و مقامات دوره احمدی نژاد و رئیس جمهور و مسئولان دولت فعلی از او اصطلاحاً مردی برای همه فصول ساخته است. آقای قاضی قرقاتی من ببخش شطرنجیه میره میاد من حواسم پرت میشه یه چیز باید ببره. قبل از اینکه کیفرخواست رو بخونی من با بچه‌ام صحبت کردم، کل اوین و این دادگاه و خودت و دادستان و باقی اراذل‌باش رو هم دیگه چند نه بگو چند یه طور حساب که مشتریشون برداریم ببریم. آقا بالا باز شطرنجی رفت آقای شطرنجی آقا ما رو برداشتیم آوردیم اینجا انگار قتل کردیم. بد کردم تو اون دوران تحریم که علما باید نون و شامپو می‌خوردن به عنوان یه بسیجی اقتصادی، اونم به فرموده مقام عظما 4 تا نفتکش برداشتن بردن با برادران قاچاقچی سپاه بردیم تو افق محوش کردیم. خود آقای اکبر آقای رفسنجانی واسه شمردن پولاش توپ کم میاره، بعضی موقع نفر برمی داشت میورد استخدام می‌کنه دهن تو بکن بیشون دهن تو بعد ما رو برداشتی بردیم میلیاردر نفتی. من الان تبدیل به یک الگوی اقتصادی شدم تو جامعه. آقا من موضوع انشاء معلما شدم. علم بهتر از یا بابک زنجانی. البته بابک موضوع انشاء دادن در آینده میخوان چه کاره شوید. طرف نوشته به نام خدا بابک زنجانی پایان. برداشت دوره تحویل داده. یعنی میخوام آقا این شطرنجی چی میشه میره میاد. شطرنجی اسناد نشان می‌دهد هر دو جریان عمده سیاسی و متاسفانه مقامات 4 دولت در این ماجرا بازی خوردند. البته احتمالاً برخی سیاسیون در این ماجرا فراتر از بازی خوردن قلقلک و سر هم خوردن. قلقلک کدومه؟ اون زمان که ما برمی داشتیم چک می‌بردیم واسه مجلس کل نماینده‌ها رو پلای ما خرقلت می‌زدن برمی داشتن می‌بردن. نماینده‌های مؤمن به ولایت فقیه دارم میگم ما. حالا مادر ما همیشه از بچگی به ما میگفت خواب مؤمن عبادته. چرا هیچ وقت نگفت کار مؤمن عبادته؟ چون مؤمن اگه بیدار باشه میره دنبال اختلاس کردن و خدا گذاشتن سر اینو اونو گند میزنه به دنیا. باید خواب باشه تا دنیا در آرامش باشه. پس این مؤمنین به ولایت بخوابید که لازم همونطور که مقام عظما گفتن امسال سال جهاد اقتصادیه. من از همه مسئولین میخوام که با توجه به اینکه یه 3-4 ماه بیشتر از سال نمونده اگه اختلاسی چیزی دارن بجنبن و دارن ببرن از قافله وقت جا نمونه. ضمناً بعد از جریان‌های سیاسی نیز در این ماجرا به نوعی نقد آشکار
یا حداقل نقد درونی و پنهان عملکرد خود بپردازند. موافقید؟ آقا من در جریان محاکمه فهمیدم که اصلا بحث یک قرون دهشای اختلاس نیست، بحث سیاسیه. منو برداشتن بردن ملعب قرار بدن. واقعا من دیگه نمیتونم تو نظام به جریانی اعتماد کنم. الان فقط میشه به اسرائیل اعتماد کرد، چون لااقل قصد و نیتش مشخصه. سپاس از همراهیتون. نظراتتون رو درباره ویژه‌های هفته از طریق سامانه پیامکی 1600 با ما در میون بگذارید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.